سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند سرحال باشین، در گوشه از دنیا هستین، خوشخندان باشین. دوستا خوش آمدین در یک برنامه دیگه دوستا. من دمزی چند وقت پیش موتور ما خراب شد دیگه. موتور خود بردم پیش مستری دیگه. مستری هم نفر رایی داد امروز که بیا موتور تو جور شده دیگه دوستا. ما برم اونجا پیش مستری که مستری چیز میگه دیگه. باز ویدیو نظر حتما تا آخر ببینید باشین دوستا. ما نتونستم که به خاطر بی‌وسیلگی یک جای دیگه برم بدلش ویدیو بگیرم، اما تو یک ویدیوی دیگه بدلش میگرفتم. ریاست سلام. سلام امید جان، خوبی؟ حالا احوال بخیر، سلام بخیر. شما چطور؟ وقت خوش بخیر. صوت تیر لول خوبه. نه وجلای منجیک دیدی که بیا موتور تو چی رقمانیه از برم زو مالمو. شما میهن ریدم بور تفیر بگی بیا ما موتور تو واسه مینال ما خود فرزا ندارم خب. آره. فرزا باید برم از فرزا فروشا بگیرم که بی پیسه نمیده. آره. فرزا خود میداش میکن بستم کد مینالی. خب. ما سین بازار ریم پیسه بیدی که ما برم چیز سلایی کار شه بگیرم. خب شما خود از تو گفت موتور مربوط بر واس که زمان که جور کردی موتور من از وقت ما موتور که مبرم پیسه شر میدم. ویش قبوله شر بچه. ما اینال برم سلندر از باید رایی که میراد نک به پیسه نمیشه نه مردم بیگانه خاک ریزک میشد که ما حرف نداشت. سه تو چی رقم مستری دیگه که تو پیشلو پیسه میگیرم موتور مر جور کو که ما پیسه تر بیدم. تو موتور مر تست جور نگدی نفر یک پیسه بدی. نه بچه ما خود خدایی خوب فرزا ندارم، سرمایه ندارم که فرزا خالی کنم نه. واز منوم خود ما ولی دیگه‌اش هم مشکل نداره. خب فقط اینا لگیر ما میراد نرایی کنم به پیسه و بور نم نخو دیگه رینگش خود منوم یک بور کاریش مجبور که یا سنگ ماشه رایی کنی یا میراد نه. خب ما قدستو گفتم نه این از حال گفتم ما بچه کرلوی ما پیسه ندارم موتور مربوط بر جور کو که ما سوسو ویدیو گرفتیم میذارم در کار می. زویشی خیره خب. مثلا دیگه چه خیلی مصرف میشه، مثلا سیخ وال بدل میشه دیگه خیلی چیزای دیگهش بدل کنیم میشه وایش ما جورن. یعنی چیزی که باید بور ده بور دیگه ویش به پیسه نم خود من منال فرزم داشت مشکل نداشت. خب ما قدستو گفتم نه که موتور مرکی جور کدی اول بدیم من موتور خو مبرم پیسه تر میدیم. اما تو موتور از من واس کدی تتیس ماشین ازیر تو در رینگ هم نده در بور هم نده پیسه میتل از من. هر با اینوان یک همکاریش نخو هم دیست از ما گیر نباشه ویش ما قبول دارم تا که آدم مال مردم را جور که تحویل نده پول حق نداره ده. ولی ما منال اینج گیریم دیگه چیز کار کنیم. سر تو درگه نه سر تو درگه صد اینال هم برادر موتور مر جور کو دیگه پیسه هم نه کو قد از ما دیگه. هر وقتا که موتور مر جور کردی موتور پیسه میدیم دیگه. مال به موتور مر جورید نگده ما دل ما خوش که حتما امروز برم موتور مر بیا بو بر جور شده. امیر رای خدای در نظر تا او خیره ما این مال خداستو جدی رفتار ما فکر نکنی که شوخیم نم. خدا مهربانه و کنیه مشکل نداره کار میکنه. نه دست در نگنه سلامت باش. خاطر استرو کس دیگه اگه بود که دایشی به پیسه وا کار نم نه. آره. اینال مو هم مثلا موری دیست از من پیش مردم گیره. خود دست در نگنه خیر پروا ندارم. ما یک کار منو خلاص اگر دیستو گیر بود پیسه میدیم اگر نبود هیچ مشکل نداره. سه دیگه برو همیشه بخور. کی جور میشه این موتور مگه با این ببرم نه بخیر. صبح بعد از ظهر ان شاء الله. صبح بعد از ظهر ان شاء الله. مقصد ماشینش خوبه میتونه جور کنه. فیت خوبه میتونه جور. مقصد همون موتوری علی رام خوب فهم موتور جور که میت یک رنگ بوری سایه میت بخی ماشینش درنگاس منه. آره اما البته بستگی در صاحب موتور داره. خو اگه پیسه سایه داد که کارش هم سایه میشه. خو پیسه نداد دیگه ما کوشش منم بالاخره که مال مردم آبروی آدم نره نه. آدم سایه کار کرد نه کار یک روز درست نیه کار دائمی تیه. مقصد کار کنم که خلاصه سبا روز یک دیگه هم همینش پیش است تو باید بگم موتور مجبور کنم. یویش براستیش موتور آدم کار هر کار باشه مستریگیری باشه دیگه کارا باشه کارگری باشه کار سایه انجام دادی کلگی مردم آدم را چیز نه دعوت نه. آفرین. که کار سایه انجام ندادیم یک دفعه خلاص دیگه. خلاص یک دفعه قدر پیسه کندن. ان شاء الله کوشش منم که چیش نخو. مقصد همین مستریا و دوا فروشا در افغانستان جدیداً تو که شرمیدهش نه یک چیز را قیمت منخه. هر وقت تا که شرم شما دک میگه خیر اینی قدر بیدی. کم آفرین. دیگه مستری مامور خواهم دوا فروشم
دیگه مقصد کوشش که تو زور خمستری نباشه. ان شاء الله. ان شاء الله. خب بخیر باشه سجان، ما خیر مشکل نداره، روز دیست رو میگیرم این دفعه. از گپ نداره، باز گپ نیست. تشکر. باش. خب دوستای عزیزی بود برنامه امروزی از ما دیگه. این کربلای اسد منجیک داده که بیا همین موتور است تو را ما جور کدوم در خانه هموت نفر ریگ داده دیگه. ما هم دوم این سعی که موتور مرواز کردم، مگم هیچ کار نکردم، میگه پیسه بیدی که ما ببرم موتور تور دمی رود نماشینش ببرم دیگه. دوستو ما کربلای اسد رو دیگه همکاری نمیخواد از این پیسه میدم دیگه. باز موتور ما که جور شد ان شاء الله باز یک ویدیوی دیگه ما در خدمتشون هستیم. امیر شاگردی قشنگ من چیز کو امو وسایلا را با چرار در یک جای بیلی خور کم کم جمع کنی که اینا باریش نه